امروز من این دین رو از گردن خودم ادا می کنم. نگید که به ما نگفتند، نگید که علمای ما رو راهنمایی نکردند، نگید که علمای ما راه درست و غلط رو به ما نشون ندادند. امروز من از گردن خودم ادا می کنم و با صراحت به عنوان یکی از شاگردان علمای ربانی و مردمی به شما میگم شرکت در انتخابات رژیم به منزله شرکت در اعدامها، شرکت در انتخابات به منزله مشارکت در قتل و کشتار، شرکت در انتخابات به منزله مهر تایید زدن بر جنایت‌های آخوندها، شرکت در انتخابات به منزله تایید ظلم، تایید خفقان، تایید فقر، تایید بربادی، تایید فقر و هلاکت، شرکت در انتخابات به منزله شرکت در کشتار جوانان، سوختبران، کولبران، به منزله تایید تعرض و تجاوزها در زندانها، تایید سرهنگهای متجاوز، شرکت در انتخابات یعنی تایید جنایت‌های خونین. یادتون نره ای جوانان، ما در مسجد مکی زاهدان با هم یک عهد بستیم. ما یک عهد بستیم، اون این که ما در انتخابات رژیم شرکت نمی کنیم مادامی که خون جوانانمون رو نگیریم، مادامی که قاتلین ما مجازات نشند، قاتلین فرزندان ما مجازات نشند، ما هرگز پاپس نمی کشیم. امروز جوانان ما تو میدان آمدیم، ما تو میدان مبارزه ایم، ما تو میدان جنگ با این رژیم صفاق و جنایتکار هستیم. کسانی که میروند دستشون رو برای انتخابات رژیم رنگین میکنند، بدونید که شما دارید انگشتتون رو در خون جوانان وطن میزنید، در خون جوانان وطن انگشتتون رو رنگین میکنید. فکر نکنید عزیزان به شما فریب میدهند که فلانی از عزیزان ماست، از بستگان ماست، ما به این داریم رأی میدیم. نه جوانان، کسانی که تو انتخابات شرکت میکنند قبل از این که شما به قوم و خیش و فامیل و بستگان خودتون رأی بدید، شما دارید به خامنه‌ای جنایتکار رأی میدید. چون شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به این نظام فاسد هست، شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به آخوندهای فاسد و به اون ظلم و اعدام و قتل و تجاوز هست. پس آگاه باشیم عزیزان ما، فریب اینها رو نخوریم. مطمئن باشید این افرادی که امروز به عنوان نامزد، به عنوان کاندید از هیچ خونه‌ای فروگذار نمی کنند، به هر خونه خشتی گلی و کپری هم وارد میشند و عکس و فیلم میگیرند و خودنمایی میکنند که ما به عنوان خدمتگزار مردم، دلسوز مردم میخواهیم به مجلس بریم. اینها دلشون به حال من و تو نسوخته، اینها دلشون به جیب خودشون سوخته. هر کی هم باشد دلشون به جیب خودشون سوخته، به فکر جیبشون هستند. اگر اینها دلشون به من و تو جوان بلوچ، به من و تو مادر بیکس، به من و تو فرزند یتیم بلوچ میسوخت، وقتی که علمای ما رو اینها در کف خیابانها رو بودند، اینها پیشوایان ما رو از بیابانها، از مسیرهای جاده رو بودند، کدوم یک از این نماینده ها لب به سخن گشود؟ وقتی که سرهنگ متجاوز به خواهر ما تجاوز کرد، عفت اون رو لکه‌دار کرد، کدوم یک از این نماینده ها در صحنه علنی مجلس فریاد اون خواهر ما رو بلند کرد؟
وقتی که اینها صحن مصلا رو خونین کردند، اینها کشته شدن اون سردار موسوی جنایتکار رو که کشته شد اونو تسلیت گفتند، اما از جوانان عزیز ما دفاع نکردند. ما انتظار داریم که اینها حق ما رو بگیرند؟ اینها زورشون به 20 لیتر بنزین نمیرسه که اونو پس بگیرند. میتونند خون ما رو اینها پس بگیرند؟ میتونند شرف و وجدان و حیا و ناموس ما رو اینها ازش دفاع بکنند؟ هرگز سروران عزیز. پس به خود بیاییم، به خود بیاییم. ما هستیم بر آن عهد که بستیم. قسم به الله ما از این میدان پاپس نمی کشیم. امروز ما تو میدانیم. از شما حداقل انتظار ما ای جوانان این هست، اگر نمیتونید مبارزین رو یاری بکنید، اگر نمیتونید در کنار مظلومان بایستید، در کنار ظالمین نیستید، به خاطر چند ریال ناچیز شرفتون رو بها نکنید. ریشتفیدان عزیز، ریشتفیدان گرانقدر، گرانسنگ، شرف خودتون رو به بهای اندک نفروشید. قدر خودتون رو بدونید. قدر این لباس شرف هست. لباس بلوچی لباس غیرت هست. لباس حیا، لباس مردانگی هست. این لباس رو به چند ریال به این نمایندگانی که افسارشون رو در دست آخوندهای جنایتکار دادند نفروشید. بدونید که شما گرانبهایید. تو به قیمت ورای دو جهانی. چه کنم قدر خیش نمیدانی، مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. ای جوان من، مادر من از همه انتظار دارم این صدای من رو، این فریاد من رو به گوش مادرانم برسونید، به گوش تک تک خواهرانم، به گوش فرزندان یتیم و بینوایم، به گوش جوانان غیور من برسونید که ای جوانان، ما از شما انتظار داریم که امروز اگر نمیتونید در کنار مبارزان بایستید، در کنار جنایتکاران نایستید. پای صندوق های رأی نرید. هر کسی که رأی بده به این نظام، رأی بده در انتخابات شرکت بکنه، اون مسئول خونهای ریخته شده و پایمال شده هست. اون شریک خامنه ای در قتل و کشتارهای ظالمانه هست. از ما همین بس که ما این دین رو از گردن خودمون ادا کردیم. من امیدم از شما سروران عزیز این هست که به پای صندوقهای رأی نروید. برای این رژیم خودتون رو خسته نکنید. این رژیم قابل اصلاح نیست. این رژیم هرگز دست از فساد و ظلم خودش بر نمی داره. پس ما باید در مسیر مبارزات امروز گام برداریم. یک گام مهم ما همین هست که این انتخابات رو تحریم بکنیم تا جهان بدونه که ملت ایران مردم غیور بلوچ مردم متحدی هستند. وقتی که شما جنایت میکنید از شما فاصله میگیرند. پس سروران عزیز، عرض اخیر من همین هست که گول این نامزدهای انتخاباتی رو نخورید. بعضی ها ممکن هست به شما بگویند که شما تو انتخابات شرکت بکنید، اما رأیتون رو مثلا به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رأی بدید یا برگه سفید بیاندازید در صندوق انتخابات. هرگز این فریب رو نخورید، چون اونها برای رژیم مهم نیست که شما به کی رأی بدید، چون اونها مهره های خودشون رو مشخص کردند. زید و خالد و نوید و نمیدونم فلان و بهمن و وهمان رو مشخص کردند. اینها میدونن که افسار اینها تو دست ماست. ما هر ظلم و جنایتی بکنیم اینها سکوت میکنند.
و حق و سکوت خودشون رو از مجلس دریافت میکنند. پس برای رژیم مهم نیست که شما به کی رأی بدید، اصلا برگ سفید بیاندازید. برای اونها حضور شما مهمه، برای اونها حضورتون فقط مهم هست و بس. پس شما دقیقاً انگشت رو همین نکته بذارید، حضور پیدا نکنید پای صندوق های رأی. این صندوق های رأی صندوق های گدایی خامنه ای هست. خودش اعلام کرد که این انتخابات یک رفراندوم هست. رفراندوم یعنی چی؟ یعنی مردم میان میگن ما این نظام رو میخوایم یا نمیخوایم. اگر نروید پای صندوق های رأی یعنی شما ظلم رو نمیخواهید، شما خامنه ای رو نمیخواهید، شما این نظام فاسد رو نمیخواهید. ممکن هست بعضی از مردم به شما بگن که مردم باید برید شرکت بکنید. شایعه پراکنی میکنن که هر کی نره تو انتخابات شرکت نکنه، شناسنامهش مهر نخوره، به اون یارانه تعلق نمیگیره، یارانهش رو قطع میکنن، یا تو گزینش ها اون رد میشه، یا برای اون مشکل میشه. نه عزیزان، این حق شماست. این حقی شماست که هیچ کسی نمیتونه شما رو بازخواست بکنه. همون نماینده‌ای که تو مجلس هم میره حق رأی ممتنع داره، میتونه اصلا رأی نده. شما میتونید رأی ندید، شرکت نکنید. آقا به ما ظلم شده، به ما جنایت شده، هنوز خون جوانان ما خشک نشده، هنوز اون سرهنگ متجاوز مجازات نشده. چطور از ما میخواهید که ما شرفمون رو، حیایمون رو، ناموسمون رو لگدمال بکنیم و بیایم به شما رژیم فاسد و ظالم مشروعیت ببخشیم؟ پس آخرین انتظار ما، من از زبان علمای مردمی به شما میگم، علمای ملانماهای درباری رو من کاری ندارم. ممکنه هر ملانمای درباری که به خاطر جیب خودش که نور خودش رو در تنور گرم انتخابات میبینه ممکنه چیزی بگه، ممکنه مردم رو تشویق بکنه که بیایید پای صندوق های رأی و رأی بدید. اما من از زبان علمای ربانی به شما میگم که علمای مردمی شما عهد بستند با خدای خودشون که این انتخابات رو تحریم بکنند. پس امید ما از شما سروران این هست که با شرکت نکردن در این انتخابات به خامنه‌ای جلاد و تمامی سرکوبگرانش نه بزرگ بگویید. و السلام علیکم و رحمت الله.